میام از وسطش. خب برای درست کردن این رشته پلو احتیاج داریم به سینه مرغ. من به اندازه خودمون برداشتم. شما اگه تعدادتون بیشتره میتونید بیشتر کنید، اگه کمتره کمتر بذارید. یه دونه پیاز، نمک و زردچوبه، اینا رو قراره که من با هم دیگه بذارم که بپزه. اول این کارو میکنم، همه رو با هم دیگه آبم میریزم داخل قابلمه، اجازه میدم تا سینه ها بپزن. شعله‌شو روشن میکنم، درشو میبندم. یه دونه پیاز تقریبا متوسط داشتم، خلالی خوردش کردم که باید سرخش کنم. مرغم، سینه مرغ پخت آماده شد، ریش کردم آماده گذاشتم. آب گذاشتیم که بجوشه. اینجا هم برنج رو خیس کردیم، منتظریم تا پیازا سرخ بشه و برگردیم. به پیازا یه مقدار نمک اضافه میکنم، همچنین زعفرون. یه چند تا قطره زعفرون به جای زردچوبه میریزم داخل پیاز. تا به این مرحله رسید، سینه مرغ رو به پیازا اضافه میکنم و اجازه میدم یه کوچولو تفت بخورن با هم. وقتی پیاز و سینه مرغ با هم دیگه تفت خوردن، تو مغزها هر چیزی که داشتید، من از خلال بادوم دارم استفاده میکنم، شما اگه فندق یا گردو هم داشتین این غذا رو خیلی خیلی خوشمزه‌اش میکنه. اینا هم با هم دیگه تفت بخورم. من زیاد تفت نمیدم، الان شعله‌شو خاموش میکنم برای اینکه خلال بادوم تفت بخوره سفت میشه. چون من اینو تو آب خیسوندم، نمیخوام که سفت بشه. این از مواد ما دیگه، چیزی دیگه بهش اضافه نمی کنم. خب آب جوش اومد، حالا بهش نمک رو اضافه می کنم. برنجم اضافه می کنم. مهمترین بخشش رشته این پلو هستش که بهترینش و مرغوبترینش انسی هستش به نظر من خیلی رو امتحان کردم ولی بهترینش همینه. من از فروشگاه ایرانیا دارن که تموم کرده بود، من اینو از فروشگاه عربا خریدم. تو این مرحله که رسید که برنج یه 2-3 دقیقه مونده که من اینو آبکش کنم، رشته پلویی رو بهش اضافه میکنم. به نظر من اگه میخواین رشته پلوتون خوشمزه باشه، رشته باید بیشتر از برنج باشه به نظر من، خیلی کم نباشه. حالا من منتظر میمونم تا اینم به اون مرحله برسه و آبکشش کنم. فقط 2-3 دقیقه زمان ما میخوایم برای پخت رشته داخل پلو. بیشتر از این بمونه حتما شفته میشه. بریم برای آبکشش. پلو رو آبکش کردیم. این قسمت هم قابلمه رو گذاشتم، یه مقدار به کفش روغن میریزم، همچنین چند تا قطره زعفرون. اگه دوست داشتید یه مقدارم کنجد. حالا اگه دوست داشتید لابلا این مواد رو میریزید داخل رشته پلو، اگه دوست نداشتید رشته پلو رو دم میذارید، بعد دورش تزیین میکنید و میچینید. ولی چون من امروز عجله دارم، باید برم به کارم برسم، من لابلا رشته پلو رو میریزم.
وسطش یه کوچولو زعفرون میچکونم و یه ردیف موادو. تکرار میکنم و دم میذارم. چند تا تیکه کره رو میندازم داخلش، درشو میبندم تا دم بکشه. پلومون دم کشید، بریم بکشیم برگردیم. خب رشته پلومون آماده شد. بیارم از